روزهای زمستان برف و بارون با عذاب میکشد بچه. روزی بهار بعد از دشت گوشت تشنه میبیاید. از همینجا تو مکتب میرفته جو یگان استقامت میکردی اویل خانه ها نیست که خاطر جمع استیم که همونجا مثال یگان شکست ریخ شدن بچه هم خانه ها بخار میشد میره راه مبین که یگان امارت زندگی نیست جوی کشود اینجا به گرگ فرویشای بارون شود مثال آب خیزی آب بافتیدنی شای گوده که همین به دویم بچه رهنده سرسانی راه که هر خواطریه نیویرا مکتب خون شدگی واسه موندگیش مایده عصبی راه دور بودن وقتی بارانگری شود تومان شد ما برده با ماشین میبریم مجبور سال گذشته من گرگ فرو اومد گفت تو پلنگ شد رفته ما بچه‌های خلاص کر آمده دهم سال ما رئیس ولایت با قاهر رسولزاده مکتوب کردیم. اونجا جواب ما همین خیلی آمد که 2010 باید تا 2012 بود شود گفته. رایون کمیته زمین ساختمان مانگی دادن که این طلبات با جواب نمیتید. آنها مکتب بنیاد کرده شد ساخته شود مکتب زمانوی کرده. من این طرف ما سنگ آور خالی کردیم برای مصلحت همون هوا گوش کرده. سنگ هم آور خالی کردیم. پولی جدا شدگی 2010 تا 2012 بود میشد کرمیتیم گفتگی سنگ ما 6 سازیر یگان خیلی پول هم نیست مکتب هم نشد تا همین وقت مصلحتی خلق کتی خودشون خلق پول جمع کردن 86,000 سومان بانک و ماندیم ما تیم که کره بینیتون طلبه های چی آو هولنده نخود یک همین ابیک تا همین درجه را وان قرار پرزیدنت شدی سودا است من این مکتب پوشی دیگه کنی گفتم ما طریق حشال کتی کردی سودا که ما یگان جو ما مبلغ طلب کردی همون نه فقط اجازت نشدی سودا است ما رایون با 6 ماه پشت همین سرتیفیکات گرفتن برای مکتب نو پوشیدن خلق کتی تشکیلی و داویدی سودا که 6 ماه باز یک شنبه قبولی حکیمانده شدیم حکمی رایونانده ظریف میردادانده وای آدم یک در قبول ما گفتن که روز قبولشونانده عمومی مجلس به درآمد بودیم ما برآورده گفتن که ساعت 1 به قبول میکنیم گفت قبول نکرد بعد ما باز رفت بودیم که محمود زاد ما قبول کرد محمود زاد قبول کرده گفت که سرتیفیکاتاتون به نزدیکی میشد گفت لیکن تا حال اما آگوست باز ما امیدی سرتیفیکات داودای سرتیفیکات کردیم اکو یگانه امیدی ما همین پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرزندای ما عذاب نکشن ما عذاب نکشیم با یگانه امیدام پیشوای ملت یگانه یاردم همونو امید میکنیم